خب آخرین آپدیت پروازهای ایران امروز 17 جولای معادل 26 تیر. پروازهای تبریز استانبول به تبریز از 19 جولای اپریت میشه. پروازهای اصفهان راه افتاده از 21 جولای، انشالله اولین پروازش استانبول انجام میشه به اصفهان. پروازهای قطر تا 16 آگوست کنسلش رو تمدید کرده. پروازهای لوفتانزا تا 1 سپتامبر کنسلش رو تمدید کرده. پرواز امارات تا 19 جولای کنسل کرده. 19 جولای به بعد فقط روزی یه دونه پرواز دادن، 7:45 صبح گذاشته. پرواز فلای دبی انجام میشه از دبی به تهران، روزی 6 تا پرواز داره و پرواز استانبول به تهران هم روزی 3 تا پرواز داره. ساعت پروازها رو که بخوام بهتون بگم، 19 جولای اولین پرواز استانبول تهران روزی 3 تا پرواز از استانبول به تهران 4:20 صبح و 6:45 صبح و 8:50 صبح هست و پرواز تهران به استانبول برگشت حرکت از تهران ساعت 9 صبح و 11:30 صبح و 1:30 بعد از ظهر هستش. استانبول رو مثال زدم چون که پروازهای مسافران استانبول خیلی زیادن و خیلی میپرسن. و پرواز دبی به تهران، پروازی که اونو با فلای دبی الان فقط انجام میشه، ساعت پرواز از فلای دبی به تهران 4:30 صبح، 5:45 صبح، 6، 7، 12:30 و 12:50 صبح. و برعکسش پرواز تهران به دبی امارات که همون فلای دبی در واقع انجام میشه، اپریت میکنه، حرکت از تهران ساعت 7:15 صبح، 8:30، 8:45، 9:45، 10:40 و 3:15 و 3:35 بعد از ظهر هستش. که دیگه تمام پروازها از صبح تا ساعت در واقع 3:30 انجام میشن و بعد از اون دیگه فعلا پروازی نداریم. پروازهای آستریان ایر هم فعلا تا اول آگوست کنسل کرده، اما فکر میکنیم تمدید بکنه کنسلیش رو مثل لوفتانزا که تا اول سپتامبر کنسل کرده. این آسمون پرواز ایران هست امروز که 17 جولای مدل 26 تیر هست. میبینید که آسمون ایران شلوغ‌تر شده، پروازها انجام میشه، پروازهای داخلی و همچنین پروازهای خارجی البته تعدادشون کمه و ما میبینید که در کل ایران پرواز داره انجام میشه. پرواز فرزن دبی به مشهد، اصفهان، تهران به مسقط و شارجه، پروازهای مختلفی هستش که فلای دبی و خیلی پروازهای دیگه داره کم کم تعداد پروازها داره انجام میشه. این پرواز هستش از استانبول به تهران و این نجف به تهران، پروازهای مختلف داره انجام میشه. پرواز شیراز. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.